قدرت دادن به مردم. وشمه سلام میگوید. وشمه از کابل است و در یک کارخانه نساجی کار میکند. او سخت کار میکند تا برای تحصیلات فرزندانش پسنداز کند. وشمه یک همسر است، یک مادر و یک نان آور مانند میلیون ها وشمه دیگر در کشور ما. بله، خانم ها حدود 49% از جامعه ما را تشکیل می دهند و آن به تعداد یک نفر در هر 2 نفر است. اما هنوز ما آنها را زیاد در ادارات نمی بینیم. اما اشخاص با استعداد اقتصاد ما را در عین حال کشور ما را رشد می دهد. بانوان نماینده آرزوها و رویاهای همه زنان افغان و فامیل خودشان و فامیل های ما هستند. آیا به نفع ما نیست که برای دفاع از فامیل هایمان و ارزش هایمان توسط مادران و خواهرانمان نماینده در پارلمان و سیاست داشته باشیم؟ کسی چه می‌داند؟ شاید یک روز یک وشمه ملتمان را رهبری کند، چون دستاری که گهواره را تکان می‌دهد دنیا را نیز تکان می‌دهد. درباره‌اش فکر کنید.